درمان کمرویی. اصلا نظر دیگران برات مهم نباشه. درمان تنبلی. اقدام‌های کوچیک ولی فوری. درمان حسد. موفقیت‌های آدم‌ها رو بلافاصله تبریک بگو و تحسین کن. درمان خشم. پذیرش آدم‌ها و موقعیت‌ها همونطور که هست. درمان استرس. تصور مثبت اتفاقات آینده. درمان وسواس. بی‌اعتنایی به آنچه که وسوسه ذهنی شما. درمان کمالگرایی. شروع ناقص با اینکه ناقصه شروع کن. درمان ولخرجی. بودجه بندی و انضباط مالی. درمان عجله. وادار کردن آگاهانه خود به خویشتن. درمان پرحرفی. روزهای سکوت کوتاه مدت. درمان افسردگی. برداشت مثبت رویدادها. درمان ناامیدی. باور اینکه همه کارا دست خداست و برای خدا محدودیتی نیست. درمان ترس‌های روانی. مواجه کردن خود با اون چه که ازش میترسی. درمان منفی بافی. شوک‌گذاری روزانه و مستمر. درمان زودرنجی. هر چه میتونی توقعتو از آدما پایین.